به خدا محوریت همه چی باید امام زمان باشه، همه چی مال اون. من به مدعامونو گفتم، مدعای عزیز که بعضا رفیق ما هستن، با هم جلسه مشترک جایی بودیم، میگم چرا برای امام زمان کم میخونید؟ چرا فقط اول و آخر جلسه میشه امام زمان؟ انگار یه مدیه و آقا شروع کنید آخرم ابن الحسن آقا بیا آقا بیا آقا بیا بشه بره. گفتم واحد چرا نمیخونید؟ چرا انقدر میگه آقا بیا؟ اصلا مگه نیومده؟ مگه نبوده؟ بگیم آقا برگرد. غلط کرد. این اصلا دار ندبه میدونی چی میگه؟ میگه با گریه میشه ظهور نزدیک کرد. فقط گریه تکی نه. کسی پایه هست با هم گریه کنیم؟ حلم ما این کسی بهم گریه غلط کردیم، داشتیم ما خاک بر سرمون، بعد بگیم عین الحسن و عین الحسین، ای داده بیداد حسن و حسین دم دست ما دعا، بعد معاویه ترجیح دادیم. وای خدا ببخش. آقا عین ابناء الحسین، او پسرای امام حسین کو؟ یعنی اماما. عین الانجم الظاهره، عین الاقمار المنیره، عین الشموس طالعه. اینا بود. عین باب الله الذی منه یؤتی. این همون درس که حضرت زینب بست. عین باب الله الذی منه یؤتی. عین بقیه. مسافر غریب صحرا، قشنگترین یوسف زهرا، گریه کنه این روز و شبها، یا بیا ای همه کار و کس ما، یه نیم نگاه تو بس ما، خوش اومدی به مجلس ما.